با تشبث تشکیلات جمعیتی مرکزی имконят баҳри рушд و با دستگیری سفارت آمریکا در شهر خوجند مرکزی رشدی ژورنالیستیکаи شهروندی به فعالیت آغاز نمود. این مرکز برای جوانان و خاصه ختم کنندگان مؤسسه‌های تعلیمی و هم دانشجویان имконят می‌دهد که دانشی ژورنالیستی خود را بلند برداشته به آماده نمودن مواد و از خودکنی دانش مشغول شوند. مسئولین تشکیلات جمعیتی میگویند که در این مرکز شرایط خوبی کاری فراهم آورده شده است. ما تصمیم گرفتیم که همین مرکز را با دستگیری سفارت آمریکا در جمهوری تاجیکستان تشکیل کنیم. خوشبختانه سفارت آمریکا این اقدام ما را دستگیری کرد و ما این مرکز را با لوازمات با تجهیزاتی که کمک می‌رسانند برای درست عمل نمودن این مرکز تامین نمودیم و امروز ما официально این مرکز به کار خود شروع کرد. چخیل که من دیستایتان ما روزها تقسیم کردیم که در همین روزها جوانان آمده موضوعهای خود را معین کنند و از روی همین موضوعها دانش آموزی کنند. در این مرکز بهره وسیع نمودن دانشی اشتراک کنندگان، استادان صاحب تجربه و ترینران جلب کرده می شود تا که آنها از تجربه خود به جوانان درس گویند و آنها را در راه آموختن میلان‌های نو ژورنالیستی جلب کنند. وقتی که جوانان اینجا آمدن آغاز میکنند، ترینرها، ژورنالیست‌های ورزیده، همکاران، شریکای خود را دعوت کنیم که در همینجا آمده کمتر باشدن سمینارهای و ترینینگ ها گذارانند برای آنکه جوانان ملکه خود را بلند کنند و یک دانش گرفتنشان دهند. ما میخواهیم که ثمره‌ناک وقتشان را جوانان همینجا صرف کنند. این مرکز در اساس لایحه رشد ژورنالیستیکاи شهروندی زنان توسط بلند برداشتن اقتدار گروه‌های تشبثکاری زنان در منطقه‌های ولایتی سوخت تشکیل کرده شده است. طور اطلاع داده شد در اینجا برای تشریف کنندگان دستورالعمل‌های مخصوص، اینترنت رایگان و شرایط خوبی کاری با استفاده از تجهیزات‌های معاصر فراهم آورده شده است. در این مرکز در یک وقت تا 10 نفر می‌توانند تشریف بیارند و ترینران برای آنها دایر به موضوع‌های گوناگون مشغولیت گذارند.